معدن سنگ گچ بادلو در اطراف میانه حد فاصل میانه زنجان واقع شده است. از سال 1380 بهره برداری این معدن به عهده شرکت رنگین گچ میانه گذاشته شده است. این معدن دارای ذخیره قطعی 100 میلیون تنی می باشد و سالیانه 50,000 تن سنگ معدن از آن استخراج می گردد. شرکت رنگین گچ میانه در سال 1380 به عنوان واحد نمونه و کارآفرین نمونه استان انتخاب شده است.